سلام دادا، خوبی؟ قربانم. به نظر چند میخورم؟ قیمت یه چیز شخصی ولی فکر می‌کنم 300 400 اینا خوب باشه. البته سیبیل تو بزنی جا خوب اینا هم داشته باشی 500 600 هم منصفانه است. خیلی بیشوری. چون سن منظورمه. حسین چطور مگه؟ آخه زیدم بهم میگه خیلی پیری. سطح دغدغه شما با زیدتون راست میگه، من پیرم. به کی ربط داره این موضوع اصلا؟ آخه میگه تو همش تو خونه هیچ کاری نمیکنی، همیشه هم خوابی. این علائم رو جدی بگیم، من خودم درگیرش بودم. این یک بیماری خطرناک مصری جدیدن خیلی داره. چیه؟ از هم گسستگی سلول های تحتانی. ها؟ یعنی چی؟ کون گشادی. نه اتفاقا من کلا اسکینی هم. به چرخی نیم رو بزن. لباست اینا آره اسکین خودت احساس میکنم گوشه. درمانش چیه؟ درمان که میتونی بری پیش تراشکار، تو رو با سگدست میبنده به میزه خور، اینا یک دونه رزوه میزنه، ترتمیز جوش میده، در میاره. شاید آقا من واقعا ناراحتم. چه حسی داری؟ حس پوچی، خلوتی. کوکی بدم با تخم شربتی؟ تأثیرم داره؟ نه متاسف. مریضی؟ قهوه چی؟ قهوه هم تأثیر نداره؟ قهوه چرا داره؟ بخوری قشنگ یه کومو شده با انرژی.